سلام حکمان و دوستان عزیز، من مریم نسیم 6 ساله هستم. امروز من آمدم که در آزمون زبستان خودکک اشتراک کنم. من میخواهم به شما هنرهای خود را نشان دهم. آفرین. مریم جان، با آزمون ما خوش آمدید و میگفتید که شما چی هنر دارید؟ زیرا فریده چه خیلی که میبینید از حکمان انتظار هستند که شما هنرهای خود رو برایشان نشان دهید و به شما بها گذارند. کنی برای همین با ما نقل کنید شما چی کار کرده میتوانید؟ چی استعداد دارید؟ من در خانه با مادرم خودش تیار میکنم، باز شعر میخونم. من در خانه شعر خوندن رو خیلی دوست میدارم. کنی برای ما یک شعر خونید؟ وطن وطن سرشت من، بقا و سرنوشت من، زمین و صد و هشت من، بهشت من بهشت من، محبت تو رنگ رنگ شکفته روی سنگ تو، 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو، دیاری شعر و یاس من، نوای تو نویدی من، زی چشم اول خدا رسیده ای به من وطن. آفرین مریم جان، میبینم که در اینجا شما به دستاویز نآمدید و در بالای میز چیزی برای ما آورده اید. میگفتید که در آنجا چی باشد؟ این خودش تیار کرده من می باشد. خورشتان چی نام دارد؟ سزر. علاقه سزر آماده کردن را میتوانی؟ بله. آفرین. دسترویکی 6 ساله علاقه سزر کرده میتواند. احسن. این را به تو کی آموخت؟ با من مادرم نشان دادن. بغیر از خورش آماده کردن باز کدام هنرها را داری؟ شعرخوانی، برندگی، رسم کشی. میتوانید کمی برندگی کنید؟ گویا شما در یگان برنامه هستید. مریم بیاید این خیلی میکنیم از فرصت استفاده میبریم، چون شما حالا خورش تیار کردید. اکنون بیاید تصور میکنیم که شما در برنامه پخت و پز قرار دارید. برنامه رو چی نام میمونه؟ من میخوام برنامه صبحگاهی رو آغاز کنم. برنامه صبحگاهی رو میخواید آغاز کنید ها؟ خب مرحمت. سلام دوستان عزیز، من مریم نسیم 6 ساله هستم. دوستان عزیز، خیلی شدم که باز با شما هستم. دوستان عزیز، من میخوام با شما یک افسانه نقل کنم. خوب شما آماده اید؟ پس گوش کنید. نام افسانه من زنبورخچینی می باشد. روز فرناز و فرهاد به زنبورخچینی می رفتند. آنها خیلی زنبورخ‌های زیاد جمع کردند. ناگهان از جنگل یک خرس برآمد. بچه‌ها از ترسشان زنبورخ‌هایشان را به زمین پرتافتند. بعد خرس زنبورخ‌های آنها را گرفت و رفت. بعد آنها غمگین شده به زیر یک درخت رفتند. بعد زنبورک آمد گفت بچه‌ها شما چرا غمگین می باشید؟ آنها گفتند آخه زنبورخ‌های ما را خرس گرفت. بعد زنبورک گفت حاضر من می روم زنبورخ‌های شما رو برمیگردونم. بعد زنبورک رفت به خرس گفت خرسک اگر تو زنبورخ‌های بچه‌ها رو ندی من دیگر به تو عسل نمیدهم. بعد خرس زنبورخ‌های بچه‌ها رو داد. بچه‌ها بعد رفتن به خونهشون به بیبیشون دادن. بیبیشون زنبورخ‌ها رو بیرون کرد. بعد آنها هم خرس رو دعوت کردن هم زنبورک رو. آفرین مریم جان، شما میگفتید که انا همین پیراهن زیبا را از کجا خریداری نمودی یا اینکه کسی به تو طراحی کرد؟ این رو با من خالم توفه کردن. و به تو پسند آمد؟ بله. برای چی محض انا همین پیراهن را خواستی که در انا همین برنامه به برنامه؟ من فیلم تصویری الزا و انا رو خیلی دوست می‌دارم، برای همین این رو پوشیدم.
بهترین احسان به نهایت زیبا است و تو زیبنده است و میگفتید که یگان شعر میدانید با زبان روسی. بله. مرحمت. Мой папочка любимый, ты очень дорог мне. Ты сильный, ты красивый, ты рыцарь на коне. Ты сможешь точно, знаю, помочь и защитить. Таким прекрасным папой лишь ты способным быть. Желаю всех душой здоровья, долгих лет. Я горжусь тобой, папочка, ведь лучше папы нет. آفرین به نهایت زبان روسی نیز خوب است و در برابر زبان روسی دانستن با زبان انگلیسی را نیز میدانی؟ من با زبان انگلیسی حساب کردم میتوانم. کنی با ما حساب کنه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آفرین. анакнун навбати хуриш ҳа кане ба мо гӯяд ки хуришро чӣ хел омода кардед бо ҳамроҳи кӣ пухтед مادرم. модаратон ба шумо ёрдам карданд ҳа مادرم با من گفت که این طور خودش تیار کن. بعد من تیار کردم. офарин аз хуришҳо ба шумо кадомаш писанд аст خودش تیار کرده خودم. офарин дар дохилаш чӣ андохтед шумо яъне чӣ гуна маҳсулотҳоро дорад تخم بندوئل باز نان خوش و майонез. офарин ҳамин хел шуд хуриши цезарь ҳа بله. анакну ба мо нишон медиҳед иҷозат ҳаст ё ин ки не بله. кани ба назди мо биёред آفرین مریم جان به نهایت یک خورشی زیبا کردی و برای آماده کردن آن همین آرایشش به تو کی کمک رساند؟ با من مادرم کمک رساند. آفرین مریم بانو به نهایت خورشی زیبا و آرایشش نیز زیبا است. فکر میکنم که مزهش نیز با لذت است و پس از انجام برنامه البته که ما این رو میچشیم و با شما بهاگذاری میکنیم و البته که این دسترویک خردکک علاقه 6 سال دارد و به نهایت هنرهای خوب رو داره است و البته که استعداد سخنرانیش خوب است و شما خواهان آن هستم که بسیارتر یعنی بیشتر کتاب آموزی کنید علم آموزی کنید و البته که موفق میشوید. марям ҷон анакнун хуришатонро мо мегирему хай